هذه النافذة المؤتمر الذي يعقده وزير الخارجية الإيراني الآن. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم وبشكل كامل مساعي لبنان للتصدي لجرائم الكيان الإسرائيلي. امروز رایزنی‌های بسیار خوب و مفیدی رو با جناب آقای میقاتی نخست وزیر محترم و جناب آقای نبیه بری رئیس مجلس محترم لبنان داشتم. اليوم أجريت محادثات جيدة جدا مع دولة الرئيس ميقاتي ودولة الرئيس بري و صحبت‌های بسیار خوبی بود، تبادل نظر بسیار خوبی در خصوص تحولات اخیر در لبنان صورت گرفت. وتبادلنا وجهات النظر بشأن الأحداث والتطورات الأخيرة في لبنان. در این ملاقات‌ها من تاکید کردم که ایران در کنار لبنان است. وخلال هذين اللقاءين أكدت على وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان و در کنار لبنان خواهد ماند. وستبقى إلى جانب لبنان. ایران در کنار مقاومت است. إن إيران تقف بجانب المقاومة و در کنار مقاومت خواهد ماند. وستبقى بجانب المقاومة. و مطمئن هستیم که جنایات رژیم صهیونیستی همچون گذشته شکست خواهد خورد و ملت لبنان پیروز خواهد بود. وواثقون من أن جرائم الكيان الإسرائيلي سوف تبوء بالفشل كما فشلت في الماضي وأن الشعب اللبناني سيخرج منتصرا. متشکرم. شكرا. ماذا تقول للبنانيين الذين يعتبرون ان ايران باعت حزب الله؟ والسؤال الثاني، هل في حال تصعيد بين ايران واسرائيل هل ممكن ايران ان تقصف القواعد العسكريه الامريكيه في المنطقه؟ شكرا. توضیح شما برای لبنانی‌هایی که میگن ایران حزب الله رو فروخت چه هست و اینکه فکر می‌کنید که مسئله بین ایران و اسرائیل به کجا خواهد رسید؟ آیا ایران پایگاه‌های آمریکا رو در این تحولات بمباران خواهد کرد؟ حضور من در بیروت در این شرایط دشوار و در حالی که هر شب و هر لحظه رژیم صهیونیستی بیروت رو بمباران میکنه خود بهترین نشانه است که جمهوری اسلامی ایران همچنان محکم و استوار پشت سر حزب الله خواهد بود و به حمایت از شیعیان لبنان و مردم لبنان ادامه خواهد داد. وجودي اليوم في بيروت في ظل هذه الظروف الصعبة حيث تقصف بيروت في كل لحظة خير دليل على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف وكما كانت دائما إلى جانب حزب الله وبكامل ثقلها وأنها تدعم الشيعة في لبنان بل وكامل الشعب اللبناني. در مورد حملاتی که ایران به رژیم صهیونیستی صورت داد و موشک‌هایی که مورد حمله قرار داده شد علیه اسرائیل من چند تا نکته را عرض می‌کنم. وأما فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على الكيان الإسرائيلي والصواريخ الإيرانية التي ضربت هذا الكيان أود أن أشير إلى بعض النقاط. این حمله دقیقاً دفاع از خود بود، دفاع مشروع بر اساس اصول منشور ملل متحد. هذا الهجوم كان دفاعا مشروعا عن النفس بناء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ما شروع کننده حمله نبودیم بلکه به تهاجم اسرائیل به خاک ایران، به سفارت ایران در دمشق و به حمله علیه اهداف ایران پاسخ دادیم. إننا لم نبدأ الهجوم بل ما فعلناه كان ردا على استهداف الأراضي الإيرانية والسفارة الإيرانية في دمشق وأهداف ومصالح إيرانية. برخلاف اسرائیل که اهداف مردمی و خانه‌های مردمی و مسکونی و زنان و کودکان رو مورد حمله قرار میده، ما فقط به مراکز نظامی و امنیتی اون رژیم حمله کردیم. وخلافا للكيان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين والمناطق السكنية والنساء والأطفال ما استهدفنا سوى المراكز العسكرية والأمنية للكيان.
ما قصد ادامه نداریم مگر اینکه رژیم صهیونیستی بخواد ادامه بده حملات خودش رو. لا خطط لدينا للاستمرار إلا إذا قرر الكيان الإسرائيلي مواصلة هجماته. اگر اسرائیل هر گونه اقدام دیگری علیه ایران بکنه، اقدام ما از اون سخت‌تر خواهد بود و ما حتما پاسخ خواهیم داد. وإذا اتخذ الكيان الإسرائيلي أي خطوة وإجراء ضدنا ردنا سيكون أقوى وسنرد عليه. پاسخ ما متناسب و کاملا حساب شده خواهد بود. وردنا سيكون متناسبا كاملا ومدروسا بشكل كامل. هل حملت التطمينات للبنانيين فيما يتعلق ربما بصفقة تتحدث عن وقف إطلاق النار أم أنها مجرد زيارة عادية؟ سفر شما یک سفر عادی و روتین هست یا در واقع پیام‌هایی در خصوص اطمینان خاطر به لبنانی‌ها برای برقراری آتش بس دارید؟ شرایط لبنان یک شرایط عادی نیست که سفر من یک سفر عادی باشه. ظروف لبنان حاليا ليست ظروف عادية لتكون زيارتي هذه زيارة عادية وروتينية. در مورد آتش بس من با مسئولین لبنانی صحبت کردم. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار تحدثت مع المسؤولين اللبنانيين و با دیگر کشورها هم ما در تماس هستیم برای اینکه یک آتش بس برقرار بشه. ومشاوراتنا مستمرة مع باقي الدول من أجل إرساء وقف إطلاق النار. ما از تلاش هایی که برای آتش بس صورت میگیره حمایت میکنیم. إننا ندعم المساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار. به شرط اینکه اولا حقوق مردم لبنان رعایت شده باشه. بشرط اولا مراعاة حقوق الشعب اللبناني و مورد پذیرش مقاومت باشه وأن تكون مقبولة من قبل المقاومة و ثانیا همزمان با آتش بس در غزه باشه وثالثا أن يكون متزامنا مع وقف إطلاق النار في غزة. از همه شما بسیار متشکرم. وأشكركم جميعا جزيلا.